اگه تستوسترونت پایینه حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام، به برعکس دوست داشتنی اینجا چنل کالیفرنیا هستش. بریم سراغ اولین راهکار برای افزایش تستوسترون. توی این ویدیو اطلاعاتی هستش که همه مردای قوی و قدرتمند ازش بهره مندن و اینجا برای شما رایگانه. با من تا آخر ویدیو همراه باشید. اگه نمیدونی تستوسترون بالاست یا پایین، حتما کامنت پین شده رو بخون رفیق. عوارضش رو نوشتم. اگه داشتی حتما این کارا رو بکن، 100% جوابه. به سراغ راهکار اول، با دختر صحبت کنید. آقا وقتی شما با دختر صحبت میکنید، به صورت ناخودآگاه روان شما تستوسترون میسازه. روانتون نمیسازه، روان به صورت ناخودآگاه دستورشو میده به اندام مدد که تستوسترون ساخته بشه. حالا چجوری؟ اصلا بگیم الان من ساعت 12 شب یا 10 شب من نمیتونم با دختر صحبت کنم، اما تو میتونی چت که میکنی. اگه دوست دختر داشته باشی چت که میکنی، حتما با وایس باشه و وایس رو ترجیح بده به تکست. اگه دوست دخترت با تکست هم بوده، سعی کن اون هم وادار کنی به وایس بده. اگه مثلا گفتش که آره نمیتونم و وایس بدم شبای تو که نیست، برو فردا بیا، اصلا مهم نیست. نمیتونه کاری نداره که رفیق. و یه نکته بهت بگم، منحرف نمیشه. اگه تو وایس صداتو واسه نازک کرد، یعنی تو کارتو درست انجام میدی. ولی اگه صدات خوب نیست، صدای نازکی داری، من توی ویدیو قبلی که اینجا گذاشتم، لینکشم بالا میاد، این بالا بهتون گفتم که چجوری صداتون هم کلوفت و دخترکش کنید. حتما 100% کسایی که این ویدیو دیدن هم لایک کردن هم جواب گرفتن. حالا اعتیاد آور، در حین حال مفید و مختصر. اگه میخوای واقعا نتیجه بگیری به حرفای من گوش کن. این که خورشید سلاح مخفی آقایونه. چرا؟ وقتی ما در معرض نور خورشید قرار میگیریم، انرژی خورشید، نور خورشید به پوستمون میخوره، اون نور و انرژی رو سنتز میکنه بدن. پس چی میشه؟ تبدیل به ویتامین دی میشه. وقتی که ویتامین دی بشه، بغلش تستوسترون ریزی میسازه. حالا اینجوری که آقا آفتاب گرفتن یعنی اینکه مثلا بری تو خودت لخ کنی، بری مثلا بغل ساحل بشی. نه رفیق، اصلا اینجوری نیست. تو 2 ساعت وقت که داری یا 1 ساعت نیم ساعت وقت داری که ساعت 12 ظهر برو تا هر چقدر که میتونی برو تو پارک، جایی که آفتاب بهت بخوره، نه تو بیابون، آفتاب به صورتت بخوره. بریم سراغ راهکار سوم. راهکار سوم اینه که رفیق همین الان باید ویدیو رو لایک کنیم. بریم ممنون، لایک کن. بریم سراغ راهکار سوم. چیه؟ راهکار سوم اینه که تو باید همین الان که این ویدیو رو نگاه میکنی، در هر شرایطی هستی، رکورد شنایی که میتونی تو 30 ثانیه رو بزنی. مثلا نمیدونم شما تو 30 ثانیه چقدر میزنی؟ اگه 20 تا میزنی تو 30 ثانیه، باید بکنی 25 تا. حالا میگی داش کالیفرنیا دوش چه ربطی داره به تستوسترون؟ تو میگی ربط نداره، همین الان انجامش بده، نگاهش کن. اون ووز تستوسترون تأمینه. هر بار که این میکنی، مغز به صورت ناخودآگاه دستورشون میده. بعدش هم تو رکورد خودت شکنی پسر. وقتی رکورد خودت شکنی، یه حس قوی و رونی کولمن میاد سراغت. معلوم پسر قوی هستی، رکورد شنای قبلی تو زدی. اینجوری تستوسترون میاد. وای چه راهکاری واسهتون آوردم. من عاشق این راهکارم. از هر چی خوبی بهش بگم کم گفتم. اینه که شما بری همون دوش آب سرد بگیری. رفیق میدونم خیلی سخته واسط، ولی 1 بارم که شده انجام بده. 1 بار. اگه تا حالا انجام ندی، از آب گرم نوبت بیاد تا بشه به سرد. خب حالا آب سرد چی کار میکنه؟ وقتی آب به سرد برسه به بدن بخوره، مداوم بخوره، اکسیژن همون O2 میاد توی بدن، خونرسانی بیشتر میکنه. پس خون به مغز بیشتر میرسه، هم هوشیارت میاد، هم خوابت میبره، هم باعث میشه یه مغز محرک و سریع جواب ارسال کنه. اینطور باهوشتر هم میکنه. هر چی بگم از این فواید دوش آب سرد گرفتم، از این کم گفتم.
هم تستوسترون زیاد کنه، هم هوشیاری تا هم اکسیژن رسوندن و هم خون رسانی بهتر به مغز. این چه رفیق چی میخوای از اینجا؟ هیچکی هنوز نیومده بگه تو یوتیوب فارسی. آره رفیق قبل اینکه بری خب اینو داشته باش که من این کامنتی که پین کردم خب واسه توه، واسه کسی دیگه نیست. اگه این مشکل رو داری مثلا عوارضشو نوشتم، آره نوشتم و پین شده. وقتی که پین شده تو اگه اینا رو داشته باشی همشو با هم که نباید داشته باشی، البته اگه همشو با هم داشته باشی باید بری سراغ دکتر. و یه نکته هم بهتون میگم شاید به درد بخوره، اون که دخترایی که موشو پسر میکنن خب تستوسترون یکم تستوسترون دارن، چرا چون موشو پسر نیست. خب اشکال نداره، دکتر سابسکرایب رو بزنید، حتما زنگوله بغلش هم بزنید. هدف من تو این چنل اینه که تو به بهترین هدف و نسخه خودت تبدیل بشی. پیس تا ویدیو بعدی.